سلام ارادت داریم. الان که خدمتتونم ما قبل از بصره ایم، یعنی کشور عراقیم، کربلا بودیم، داریم میریم سمت مرز. حالا کار بگیرم ندارم، اول صحبت‌ها اینو بگم الان یه عده شروع کنن حالا چرا میرید زیارت، چرا پولو میدید به عربا و از همین بحث‌های همیشگی اصلا نمیخوام وارد این صحبت‌ها شم. لطفاً این جنبه رو اصلا نگاه نکنید. من دیدم توی این مسیر هر ایرانی وارد این رستوران میشه، یه رستوران بین راهیه، هی میزنه بیرون میاد. چند تا اتوبوس اومد همه میاد داخل میزنه بیرون. میگم آقا اینا چشونه چی شده؟ میرم داخل میپرسم، میگن که آقا اینا قیمتا رو دیدن رفتم. میرم میبینم مثلا غذای ارزونشون 10 دیناره. 10 دینار به پول اینا واقعا مبلغی نیست، 10,000 تومان مثلا، ولی به پول ما که حسابش میکنن میشه 650,000 تومان. یعنی آقایون مسئول، خاک تو سر خودتون و ارزش پولی این مملکت. جای خجالت داره که مردم کشورتون بیان توی رستوران بین راهی در حد یک غذا خوردن ارزش پول مملکت اونطوری نباشه بتونن یه برنج مرغ ساده بخورن. یعنی یه غذایی رو بگن 15 دینار میشه 1,000,000 تومان ما، که من دیدم همه اونا میرفتن داخل میدیدن پولشون نمیرسه، میومدن از این دکه یه نخود میگرفتن، میتونستن یه نخود فقط بگیرن بخورن. بابا واقعا خجالت آوره. بابا یه فکری به حال ارزش پولی مملکت کنید. این ارزش پولی الان داره به چشم میاد که شما از اون کشور خارج بشی بیای توی یه کشوری که نابود از زیر ساختی مثل اینجا ببینی چه خبره. تازه از یه کشور دیگه رفتی چه خبره؟ اینجا که هیچ چی نداره، ما برنج و مرغش به دل این مردم موند که بخورن، که باید بیان نخود بگیرن بخورن. بعد شما ببین اگر برن یه جای دیگه وضعیت چیه؟ کشوری که نه عمود برق داره نه جاده داره، عمود برق توش نیست، جاده‌هاش نابود، ولی تاکسی بی ارزش میشه 2 جا آمریکایی، میشه تویوتا کمری. ما پولمون موقعی میاد وارد یه کشور دیگه میشه باهاش یه برنج مرغ نمیتونیم بخریم و این واقعا خجالت آوره و خاک تو سر اون مسئولینی که اینا رو میبینن و حلش نمیکنن. همین. خداحافظتون.